با اطلاع مسئولان مؤسسه دولتی نگهداری راههای شهر ترسونزاده امسال در حدود شهر و جماعت‌ها تعمیر و ازنوسازی زیاده از 100 کیلومتر راه به نقشه گرفته شده است. از این شماره نزدیکی 5 کیلومتر راه با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و صاحبکاران وطندوست و آبادکار شهر ترسونزاده پورا اسفالت پوش کرده می شود. تا این مدت 70 کیلومتر راههای محلی و جمهوری در توازن مؤسسه دولتی نگهداری راههای افغانگرد شهر ترسونزاده بوده نقشه است که از تعمیر جاری برآورده می شود. خوشبختانه صاحبکاران نیز برای آباد و زیبا نمودن محل زیستشان طرفداری نمودند پیوسته در کارهای جمعیتی سهم می‌گذارند. در 2021 من رشد آبادانی سیاحی اعلان گردیده است. ما همین آبادانی همین دهه اسماعیل سامانی را خانه‌ها با رنگ بار و رفته است. ما کوچه‌ها را آباد کردیم، راه‌ها را اسفالت کرده استادم، مردم کار کرده است. با این لحاظ همین جوبارا و پل نیروز قرار یک هفته یا ماه شد تازه کرده استیم. میخواهم که همین 30 سالگی را همین آبادانی را 100% اجرا کرده پیشواز گیره. صاحبکاران همین دیه را همش منتداری میکنم. همین این قمی را خورا آباد کرده است. مردم قطعا همین صاحبکاران محل دیه اسماعیل سامانی جماعت دیه 10 سالگی این قمی کار کرده استیم. در توازن مؤسسه دولتی نگهداری راههای افغانگرد شهر ترسونزاده جمع 281 کیلومتر راه میباشد که 28 کیلومتر راه جمهوری و 253 کیلومتر راههای محلی تشکیل میدهد. در تعمیر اکثر قطعه‌های راههای محلی ساکنان نیز به طریق حشر در کارهای هموارکنی اشتراکی فعالانه می‌نمایند. امروز بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود جامعه دیو 10 سالگی استقلالیت یک چند نشادهای جشنی ساخته به حساب داده شده است. علاوه امروز باشد در دهه اسماعیل سامانی جامعه دیو 10 سالگی استقلالیت ساکنان دهه تصمیم گرفتند که حشر دست جمعانه یعنی که اسفالت پوش نمودن راهی درون دهه پورا اسفالت پوش نموده برای بهبودی محله و پیشروی محله سهم ارزنده خود را گذاشته استند. این چنین در همین دهه اسماعیل سامانی بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان یک بنگاه طبی یک خانه کودکان به نقشه گرفته شده است. در جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده می‌دهیم. دست جمعانه و یکدلانه به انجام رساندن کارهای بنیادکاری روز تا روز در شهر ترسونزاده بیشتر می‌گردد که این عامل جهت دستگیری سیاست رهبری عالی مملکت و مهیاسازی شرایط ارزنده برای زندگی شایسته مردم فعال نیک است.